سرتیپ مصطفی شیخ رئیس شورای عالی نظامی ارتش آزادی سوریه طی مصاحبه‌ای با سیمای آزادی جزئیاتی از دخالت‌های رژیم ایران در سوریه و کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی آن به بشار اسد را تشریح کرد. وی بر پیوند مبارزاتی مردم سوریه و مردم ایران تاکید و حمایت خود را از مجاهدان اشرف اعلام کرد. وبالتالي من هنا أتت صعوبة الثورة السورية وعدم تخلي النظام الإيراني عن هذا النظام المجرم، وشاركوا في كل مراحل الثورة في قمع هذه الثورة منذ المراحل الأولى في تقديم المعلومات الاستخباراتية. سرتیپ مصطفی شیخ رئیس شورای عالی نظامی ارتش آزادی سوریه درباره دخالت‌های رژیم ایران در سوریه گفت: رژیم ایران در تمامی مراحل انقلاب سوریه در سرکوب شرکت داشته است. در همان مراحل ابتدایی انقلاب در دادن اطلاعات و ارسال پارازیت الکترونیکی دست داشته است. سپس این کمک‌ها پیشرفت کرد و به طور روزمره به صدور سلاح برای رژیم اسد از طریق فرودگاه مزه و فرودگاهی مثل فرودگاه حلب پرداخت. در این مرحله شاهد ایجاد شبه نظامیانی از طرف رژیم ایران هستیم، مثل همان چیزی که در عراق اتفاق افتاد. كل وسائل الإعلام وكل أجهزة الاستخبارات العالمية في هذه المرحلة التي نحن فيها حاليا يقوم على تأسيس ميليشيا على غرار ما حدث في العراق، وهذا ما يحدد يعني وحدة سوريا الاجتماعية والسياسية ويهدد الإقليم برمته. سرتیپ مصطفی شیخ افزود: ما به حلب رفته بودیم. به ما اطلاعاتی رسید داله بر این که حدود 2000 نفر از پاسداران به فرودگاه حلب رسیدند و فرودگاه حلب را خالی کردند. این افراد را به قسمت اطلاعات در خارج از شهر منتقل کردند. در حلب نیروهای امنیتی همراه آنان بودند. رئیس شورای عالی نظامی ارتش آزادی سوریه در ادامه این مصاحبه گفت: بدون شک برادران مبارز در پادگان اشرف با انقلاب سوریه در یک سنگرند، به اعتبار اینکه دشمن مشترک است و خواسته ها یکی است و آن آزادی است. سرتیپ مصطفی شیخ خطاب به مجاهدان اشرف گفت: درودهایم را تقدیم ارتش آزادی در اشرف می کنم. روی شما را می بوسم و با شما در همه سختی ها همدرد هستم. انشاءالله پیروزی نزدیک است. صبر پیشه کنید ای برادرانم در شهر اشرف، پیروزی در راه است. همانا که مردم سوریه امروز توان و اراده تغییر را دارند و این در تاریخ معاصر بی‌نظیر است. همه ما یک درد و مهنت مشترک داریم و در یک سنگر هستیم. آنچه انجام می‌دهیم شرفی بسا عظیم است. این که ما با رژیم آخوندی فرقه‌گرا مبارزه می‌کنیم نشانه شرف ماست. رژیمی که هیچ ربطی به اسلام و انسانیت ندارد و برعکس دنبال منافع خود و داشتن سیطره و هژمونی بر کل منطقه است، بدون اینکه هیچ حقی داشته باشد. انشاءالله ما به زودی پیروز خواهیم شد و قطعاً که شما با ما در دمشق خواهید بود. بدون شك بأنه الأخوة المعارضين في معسكر أشرف هن في خندق واحد مع الثورة السورية باعتبار العدو مشترك والمطالب واحدة هي حرية والتحرر والكرامة وأخذ كل ذي حق حقه إن كان في إيران وإن كان في سوريا، وخاصة نحن نشاطركم هذا الألم اللي عم تمروا فيه في معسكر أشرف. تحياتي لجيشكم العظيم في مخيم أشرف جيش التحرير الوطني، وأقول لكم أقبل جباهكم وأعي تماما معاناتكم، وقريبا إن شاء الله النصر قريب وستكونون في دمشق معنا.